مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. آقا درود بر شما، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید و سر کار نباشید. البته سر کار منظورم علافتون بکنم، ولی امیدوارم که همیشه کاروبار داشته باشید و وضع مالیتون خوب باشه. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده شفاف سازی بکنیم ماجرای این خودکار طلایی که گفتن آقای کاظم غریب آبادی به عنوان یکی از غریب آبادی، یه باری کاظم غریب آبادی این میشه اسم درستش، که به عنوان معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در عمان بود که عنوان کردن که این خودکار 144,000 دلاری رو پیچونده گذاشته توی جیب مبارکش، که این خبر توی رسانه‌های عمانی حسابی وایرال شد و راجع به این قضیه صحبت کردن و مردم هم گفتن آقا ماجرای این پیچوندن این خودکاره چی بوده؟ اونجا رفتن مذاکره بکنن و اصطلاحاً صحبت بکنن، یعنی خودکار برای طلا اینا گذاشته تو جیبش. اول بریم ببینیم اون ویدیو خبری که اومده بیرون. گفته بودن که آقای کاظم غریب آبادی که تصویرش هم می‌بینید، یه فیلم اومد بیرون. اینجا میگفتن که ایشون بلند شده و خودکار خواسته بپیچونه بذاره توی جیبش. اما اصل ماجرا چیه؟ اصل ماجرا اینه که این تصویر با استفاده از فتوشاپ و اون ویدیو با استفاده از هوش مصنوعی درست شده، یعنی این برای کسی پوشیده نیست. اما آیه کاظم غریب آبادی، این سری من دارم کارتو جمع میکنم، سری بعدی چیزای دیگه خواستی بپیچونی یه حرکات بهتر بزن. این تصویر که فتوشاپ، حالا با این کاری نداریم. چرا فتوشاپه؟ الان سند مدرک و فکتش رو براتون میارم که اول فتوشاپ بودنش رو بدونیم و ببینیم داستان چه، بعد یه سری نکات به شما بگم. یه دونه خبر اومد بیرون که گفتن خبرسازی جعلی منافع علیه تیم. خب این تصویر فتوشاپیه که اومدن با فتوشاپ یه دونه خودکار گذاشتن توی دست آقای کاظم غریب آبادی. چرا من فهمشم سخته، ولی عکس اصلی اینه، خیلی شیک و مجلسی، با فتوشاپ تبدیل شده به این. و از اون طرف حالا خودکاره چی بوده؟ خودکاره این بوده، اون خودکار گرون قیمتی که اومدن گفتن. نرم افزارهای زیادی هم هست که میتونه با استفاده از هوش مصنوعی ویدیوها رو ادیت بکنه. یکیشون این نرم افزاری که مثلا من اومدم بهش یه دونه دستور دادم، بعد گفتم آقا اینو برای من مثلا هوش مصنوعیش بکنه، خیلی راحت اینجوری مثلا با هوش مصنوعی غیب کرد. خب حالا الان یه دستور دیگه بهش دادم، گفتم بلند شه سرپا، خب خودکار رو بذاره توی جیبش، که اونم حالا چند دقیقه طول میکشه. حالا اینجا هست، حالا بعدا اگه در انتهای این ویدیو تموم شد بهتون تصویر نهاییش نشون 17 دقیقه دیگه ساخته میشه. اون نسخه کاملش هم توی استوری واتساپ هم میام، واتساپ از اون که شما هم داشته باشن میذارم دیگه، استوری واتساپ هم میذارم توی داره درست میکنه اینو، یه 5% هم داره ازش میگذره و درست شد. اینم بهتون نشون میدم که چه جوری شما میتونید یه عکس رو بهش بدید و هوش مصنوعی بیاد اون عکس رو درست بکنه. البته این دلیل برای نمیشه پس فردا فیلمی عکسی از یکی لو رفت زرت بیان بگن هوش مصنوعی بود و اینا. نه، اینجوری خواهشاً دزدیاتون و ایناتون رو ماسمالی نکنید. اما از اون جایی که ملت حشری عصبی ما ید طولایی و تاریخچه زیادی در پیچوندن فندک و سیگار و خودکار از همدیگه دارن، این قضیه فکر میکنم که اگرم اتفاق میافتاد خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی نبود، چون حالا مثلا تو رسانه‌های عربی و جای مختلف میگن، یعنی حتی اگر ایشون خودکار هم میذاشت تو جیبش به خاطر یک عادت و چیزی هست که ما تو فرهنگمون داریم. یعنی ما تو ایران فندک یکی بهمون بده احساس مالکیت میکنیم، یعنی شما محاله به کسی فندک بدی یا نذار تو جیبش. فندک میدی دیگه برگشتی تو کارش نیست. خودکارم همینطور. من چند وقت پیش رفتم توی یکی از این ادارات خیلی مهم توی آلمان، خودکار طرفو پیچوندم، بعد رفتم دیدم نوشته طرف یه سمتی داشت، اصلا سمتیشو میدیدید کرکوپرتون میریخت، یعنی 6 ماه حبس بدون ملاقات داشتین سمت. بعد فکر کن یارو مرده که من خودکارشو داشتم تو جیبم، اونم غیر ارادی،
فردا پشماش میریزه میگه کی تونسته خودکار منو بپیچونه. خودش این کاره، بعد مثلا خودکارش رو یکی پیچوند خود من واقعا خودم گردم میگم. به خاطر همین یعنی اگه این آقای غریب آبادی این کارو هم میکرد خیلی کار عجیب و غریبی نیست، چون ما ملت ایران از این کارا زیاد میکنیم. برای همینه تو بانکا میرید میخواد یه چیزی رو امضا بکنید، طرف 6 تا بند و قفل و زنجیر زده به خودکار نپیچونید. یعنی بعد میاد تا این مدت هم داستان شده بود که آقا ما به بانک اعتماد میکنیم، پولمون رو میذاریم تو بانک اعتماد به ما نمیکنه، خودکارشو قفل و زنجیر میکنه. سلطان این قفل و زنجیر نکنه بعد سالی ماهی نمیدونم 2000 تا خودکار بذاره اونجا، چون مثلا ما دستمون لامصب نسبت به خودکار و اینا یه چسبندگی ریز و خاص و نرم از بغلی داره. حالا این عکس اینجا اومد یه دونه ویدیو درست کرد، این حواله خوب نشه، بعد دستور خاصی بهش بدیم دیگه. نگاه کنین خیلی شیک و عجیبه، پنی زد به بالا. حالا ویدیوهای زیادی میشه درست کنیم، مثلا میتونیم یه دونه ویدیو درست بکنیم که طرف مثلا طرف رو نمیدونم بوست کرده، ماچ کرده، از این کارا میشه انجام داد توی این موضوع. اما این ماجرا که تکلیفش مشخص بود، هوش مصنوعی بود، ولی خب رسانه‌های مختلف هم نسبت به این قضیه اومدن واکنش نشون دادن. اما این از اصل قضیه که یک سری از این مدیرها، یک سری از این مسئولین دل و دزدن، درش شکی نیست. یعنی شما اصلا ناراحت میشم شما فکر کنید که اینا خیلی پاک دامنن اینا. اما این آقای غریب آبادی هم خب میدونید که سمت‌های مختلف نماینده دائم ایران توی سازمان ملل و توی ژنو، توی سوئیس هستن. سالیان سال توی سمت‌های مختلف بودن توی وزارت امور خارجه و جای مختلف. ولی حالا من میگم آقا 1% خودکار پیچون شما ولش کنید. اما تو اون مملکت شما هر جایش رو نگاه بکنی یه دزدی صورت میگیره. یعنی خیلی چیز پیچیده و عجیب و غریبی نمیشه. راجع به مذاکرات هم که من قبلا تو ویدیوهای قبلی هم گفتم دیگه، این عقب بستن و فلان اینا، این کاهش قیمت یورو و دلار هم یه کاهش قیمت هیجانیه، دوباره برمیگرده به تنظیمات کارخونه‌اش بالای 100,000 تا. و از اون طرف اینا مطمئن باشید چیزی رو تصویب میکنن و چیزی رو تفاهم خواهند کرد. البته بگم چند تا کشور میرن دیگه، الان عمانه، پس برای ایتالیا، پس برای میرن تو بلژیک با هم مذاکره میکنن، بعد بلند میشن میرن کف نمیدونم سوئیس با هم دیگه مذاکره میکنن، یه اروپا گردی دوره هم دیگه میکنن. بعد تهش هم میگن که حالا بعد مثلا روسیه این وسط باشه و شما تحت نظارت روسیه فلان کار رو انجام بدید. من یه خط از آخرش دارم بهتون میگم، یعنی این همه هزینه و سر کار گذاشتن ملت و اینا تهش به همین خط میشه. من سوریه رو میندازم وسط، سوریه واسطه میشه، میاد روسیه میاد وسط و روسیه واسطه میشه و کار جمع میشه، تمام میشه، میره پی کارش. اما تفاهمی که به نفع خودشون نه ملت. قیمت یورو و دلار و کاهش و اینا هم داداش سرش گرده. این کاهش قیمتایی هم که شما الان دیدید کاهش قیمتای هیجانیه. چرا؟ چون اصلا کاهش قیمت ها ربطی به این تفاهم این چیزا نداره. اگه خودشون بخوان میتونن کاهش قیمت بدن، خودشون نخوان کاهش قیمت نمیدن. ملت رو اینا گذاشتن سر کار. اصل سیاست هم همینه. نمیدونم دلارای ما رو مثلا تو خارج از کشور اگر آزاد بکنن، نمیدونم ای بابا این تلفن ما، ببین اینم داستان ماست، زنگ میزنن به ما. دلارا اینا رو هم بخوان خارج بکنن، شما فکر کردید که این دلارا و اینا مثلا چیزیش تو جیب ملت میره؟ نه عزیز من، سرش گرده. یعنی مگه تا الان اگه چیزی آزاد شده، مگه تا الان پولی آزاد شده رفته تو جیب ملت؟ مگه الان نفتی و گازی و چیزی و اینا فروختن چیزش به ملت رسیده؟ مگه پتروشیمی چیزش به ملت رسیده که اینا بخوام این کار رو انجام بدن؟ در صورت امیدوارم که موفق باشن. خیلی دوست داشتم راجع به خودکاره بگم که گاهی وقتا این اتفاقا میفته. حالا آیه غریب آبادی گفتن دیگه این بار ما کارتو جمع کردیم دیگه، کار بعدی رو دیگه نسپارمون. خیلی مخلصیم، دم شما گرم، چاکریم.